ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا زمانی که مردم تغییرات در خود نیاورند، اصلاحات در خود نیاورند، گرفت الله هم بر اونها تغییر نخواهد خورد. و اگر در ناز و نعمت باشند، تا زمانی که مردم ناشکری نکنند، عبادات را تغییر ندهند، الله متعال ناز و نعمت خود را بر اونها تغییر نخواهد داد. ابن عربی رحمه الله می فرماید که ما گذشتگان اولیای خدا عادت داشتند زمانی که در اعمالشان کوتاهی می آمد، در آمالشان، در آرزوهایشان کوتاهی می آمد، به آرزوهای خود نمی رسیدن، در اهدافشان مشکل پیش می آمد، در زندگیشان مشکل پیش می آمد، تفقدوا اعمالهم، اونها متوجه اعمال خود بودن، اعمال رو جستجو می کردن کجای ما کوتاهی است، در کدام قسمت از زندگی ما کوتاهی وجود دارد، در کدام قسمت از اعمال ما کوتاهی وجود دارد، لذا فوری به دنبال اعمال می رفتن. اما ما نه، ما اگر زلزله‌ای بشود ریشتر زلزله را بررسی میکنیم، اگر باد و طوفانی بشود سرعت باد را بررسی بکنیم، اگر ویروس و مریضی در میان ما رخ بدهد ما بررسی میکنیم از کجا آمد به کجا رفت، چند نفر بودن. لذا این را فکر نمیکنیم اینا نتیجه اعمال ما هست. الله متعال میخواد ما را تنبیه بکنه. یکی از بلندترین گرفتهای الله متعال، یکی از بلندترین خطرهایی که از جانب الله بر بندگان می آید این هست که انسانها در کائنات، در عظمت الله، در گرفتها، در زلزله ها، در مریضی ها، در ابتلا و آزمایش های فردی و اجتماعی انسانها متوجه ذات الله نشود. این خیلی خطرناک است که بنده هنوز متوجه نباشد که چه خبر است در این عالم. لذا حکمت اول، قسمت اولی که عرض کردم، حکمت ابتدایی مریضی ها و ابتلاهای الله متعال چیست؟ این هست که بندگان را بیدار بکند، کفار را به زمین بزند، به زانو بیندازد، بفهماند که خالق اصلی الله است، مالک اصلی الله است، رازق اصلی الله است، متکبر اصلی الله است، به هم زننده دنیا الله است، خوب و خراب کننده و مریض کننده و شفا دهنده دنیا و افراد دنیا و مردمان دنیا و مخلوقات دنیا الله متعال هست. و بندگان را هم و مسلمانان را هم متوجه بسازند که متوجه اعمال خود باشید، خود را اصلاح بکنید که من کاری میتوانم بکنم بدون این که از آسمان لشکری بر شما نازل بکنم، بدون ظاهری که شما ببینید کاری میکنم در خانه های خود دست و پای شما به لرزه بیفتد. الله چی اندازه عظمت دارد، الله چی اندازه قادر و تواناست، الله چی اندازه بلند و بالاست. طرفت العینی جهان برهم زند، تمام دنیا دست و پایشان به لرزه افتاده. الله متعال گفت جشنهای بیهوده را برگزار نکنید، به فحشا و منکرات نروید. حالا همگی جشنها تعطیل شد، سینماها تعطیل شد، مراسمهایشان تعطیل شد، همگی خانه های خود ماندن. سبحان الله.